در افغانستان 3 فردی متهم با جنگجویی به یک بینای مربوط با خدمات امنیتی این کشور واقع در شهر جنوبی قندهار حمله کردند. به گفت منصبداران افغان، افراد مسئول حمله به قتل رسیدند. طالبان ادعا دارند که حمله را پیروان آنها پیاده کردند. در پاکستان فوزیه صدیقی نام زن با تقاضای رهایی خواهرش از زندان ایالات متحده آمریکا راهپیمایی اعتراضی برپا نمود. خواهر او عافیه صدیقی که خود ختم کرده دانشگاه ایالات متحده آمریکا می باشد، با جرم حمله بالای سربازان آمریکایی در افغانستان در سال 2008 از طرف دادگاه آمریکایی به مدت 86 سال از آزادی محروم شده است. فوزیه صدیقی تاکید می کند که خواهرش با تروریسم و حمله هیچ ارتباطی ندارد. در شهر غربی چرنیفتسی اوکراین، ساکنان محلی به نشان پشتیبانی از حکومت نو این کشور یک یورومیدان خرد تشکیل نمودند. جنبش یورومیدان توسط گردهمایی‌های بدون توقف در مرکز شهر کیف موفق گشت که ماه گذشته پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ را برکنار نمایند. فعالان سازمان‌های لیبرالی روسیه در شهر سنت پترزبورگ در روبروی کنسولخانه‌های بریتانیا، آلمان، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا گردهمایی تشکیل کرده با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین از ممالک غربی تقاضا نمودند فشار روی کرمل را افزایش دهند. در قرقیزستان طرفداران سابق رئیس پارلمانت این کشور احمدبک کلدیبکوف در مقابل اداره دادستانی کل این کشور در شهر بیشکک جمع آمد اعتراضی برپا نمودند. آنها میگویند کلدیبکوف بیگناه بوده، اصلا قربانی دسیسه های سیاسی می باشد. کلدیبکوف تیرمای سال 2013 هم با اتهام دست داشتن در جنایت های مالی بازداشت شده است. در شهر باکوی آذربایجان سوختار به یک فروشگاه بزرگ زیان آورد. گروه های سوختار نشانی از پنجشوی آتش به بیناهای گرد و اطراف جلوگیری کردند. در این حادثه کسی هلاک نشده است.